کلاس سوم دبستان بودم. دبستان دخترانه امیدوار، منطقه 16 تهران، و مثل هر دختر بچه‌ای شیفته مهربانی و محبت. از اونجایی که درس دینی راحت و از دروس کاربردی زندگی و سراسر روایت و در قالب قصه بود، من عاشق معلم دینی قرآنمون خانم قره‌تپه بودم. معمولاً روزایی که باشون کلاس داشتم که سراسر گوش به حرف ایشون بودم و تقریباً هر جلسه تقاضای میزبانیشون رو میکردم. و روزای دیگه دقیقاً یادمه بعد از شنیدن زنگ بودو سراغ دفتر یا کتابخونه و نمازخونه مدرسه میرفتم و ازشون میخواستم بیان خونمون. نمیدونم اومدنشون چرا اینقدر خوشحالم میکرد. الان که به اون روزا فکر میکنم، من توی اون سن یه دختر بچه 9 ساله و خانم امروز میای خونمون، و دوباره خانم امروز چی میای خونمون، و فردا و فردا و فردا به همین منوال. کاش که میشد این متن به دستشون برسه. خانم لیلا قره‌تپه با پوششی سراسر قهوه‌ای، دقیقاً مدل بستن روسریشون یادمه، انگار همین دیروز بود. حتما ایشونم مکالمه بالا را یادشان خواهد آمد. خانم از این کوچه بغلی مستقیم بریم پایین، بعد از کوچه آقازندی دومین کوچه خونه ماست. از اون سر کوچه ما اولین خونه ایم. خونمون 2 تا در داره. و کاری نداشتم و نمیفهمیدم اصلا مامانم خبر داشتن از این دعوت کودکانه من که نمیدونم چند بار تکرار شده بود و بی نتیجه. یه روز یادمه پنجشنبه حدودای 3-4 بعد از ظهر بود. مامانم حلواهای شب جمعه آقا جان رو پخش کرده بودن. توی خونه تنها نشسته بودم که صدای در رو شنیدم. بودو سراغ در رفتم. به خیالم مامانه. فکرشو کنین خانم قره‌تپه بود. انگار دنیا رو بهم داده بودن. اومدن تو، گرچه کسی خونه نبود جز من، و من خونمونو با چه عشقی نشونشون میدادم. بیواهمه از داشتن خونه کلنگی، حیاتی با موزاییکای شکسته که الان دلم براشون پر میزنه، و قالیهای ماشینی نخنما. انگار موزه نشونشون میدادم که واقعا برام موزه بود. خانم این تابلو عکس بابامونه. قدیما نقاشی کردن. اون قدیما عکس نبود. 7 سالم بود فوت کردن. این شعر هم مامانم از زندگیشون گفتن و منتظر نموندم تا ازم بخوان شعر رو بخونم. تا آخرش خوندم. آخ که چقدر دلم براشون پر میزد و چشام پر از اشک میشه. الان کجان که بگم چقدر ممنونشونم که اون روز اومدن. ممنونشونم که برای خوندن شعر حوصله کردن. ممنونشونم که تمام مدتی که خونمون بودن سرپا نگهشون داشتم و به ذهنم نرسید بگم بفرمایید بشینید. وارد اتاقهای تو در تو شدیم. یه پیش دستی ظرف حلوا روی کمد قهوه‌ای به چشمم خورد. آنی برداشتم و گفتم خانم بفرمایید مامانم پختن. هنوز جمع شدن چشم‌ها و خط لبخند صورتشون یادمه که گفتن با چی بخورم؟ نفهمیدم با چه سرعتی رفتم حیاط و از آشپزخونه قاشق آوردم. فاتحه‌شون که تموم شد از زیر چادر سیاه رنگشون یک کادوی بزرگ بهم دادن و ازم خواستم بپوشم ببینم اندازمه یا نه. خیلی قشنگ بود، خیلی. یه مانتو مقنعه‌ای که تا کلاس 5 اندازم بود. پایینشو 10 سانتی تو گذاشته بودن و یه پیلی 2 طرفه پشتش داشت. پارچه‌ای نرم و پرزدار به رنگ آبی خاصی با دونه‌های صورتی و سرمه‌ای. وقتی رفتن انگار هنوز رو هوا بودم. مامانم شنبه همون هفته رفتن مدرسه و تشکر کردن.
اون روز گذشت. اون سال تحصیلی هم گذشت. بعد از تعطیلات تابستون و شروع سال بعد دیگه خانم قره‌تپه مدرسمون نبودن. من از ابتدایی وارد راهنمایی و مراحل بعد زندگی شدم و الان اینجای زندگیم و هرگز اون روزای خوب و کلاس اخلاق ایشون رو یادم نمیره. کاش کسی از ایشون خبر داشتن و میتونستم پیداشون کنم و احساسم رو بهشون نشون بدم و دوستشون دارم. و هر موقعیتی که منو توی اون شرایط ببره رو دوست دارم و یاد ایشون میافتم و اگه دلی رو شاد کنم قطعاً ایشون در اون کار خیر سهیم هستند. بهتر از این نمیشد درس دینی و اخلاق داد که از هر پند و اندرزی اثر بخشتر و حال خوب کنتره. ممنون میشم اگه کسی پیشنهادی برای پیدا کردن ایشون داره به بنده اطلاع بده.